اهانت آخوند رافضی به تمام پیامبران علیهم السلام. و من این نکته هم در اینجا عرض کنم که بله ما هیچ گونه ابا نداریم از این که اعلام کنیم که علی ابن ابی طالب بر تمام انبیا حتی بر انبیای اولوالعزم برتری داره، که علی ابن ابی طالب بر تمام انبیا حتی بر انبیای اولوالعزم برتری داره. بینندگان محترم، شیعیان معتقدند که مقام امام مقامی عالی‌تر و والاتر از مقام نبوت است. انسان‌ها اول به درجه نبوت می‌رسند، بعد به مقام شامخ امامت. لذا می‌گویند علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بر تمام انبیا حتی بر انبیای اولوالعزم برتری دارد. برای این غلو خود دلیلی واضح ندارند، بلکه به تأویل‌های پوچ و بی اساس متوسل شده و درجه علی رضی الله عنه را از درجه ابراهیم و نوح و موسی و عیسی علیهم السلام بالاتر می‌دانند. علی رضی الله عنه به جای خود، آنها حتی امام نقی خود را هم از آنها برتر می‌دانند. انا لله و انا الیه راجعون. قرآن کریم در آیات متعددی از انبیاء مختلف نام برده و زندگی نامه ایشان را برای ما بیان می کند و آنها را برای ما الگو معرفی می نماید و بر دیگران برتر می داند. چنانچه در سوره مبارکه انعام بعد از ذکر نام 17 پیامبر بزرگوار در آیات 83 تا 86 در آخر می فرماید وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. و همه را بر جهانیان برتری دادیم. و در آیه 90 ما را به اقتدا به آنها امر می نماید. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. ایشان کسانی هستند که الله هدایتشان نموده است، پس از شیوه آنان پیروی کن. پس چرا از علی رضی الله عنه و 11 امام دیگر هیچ سخنی به میان نیاورده است؟ اگر امامت منصبی فراتر از نبوت است، پس چرا الله متعال در هیچ جای قرآن به آن اشاره نمی کند؟ و چرا همیشه مردم را به سمت ایمان آوردن به نبوت تشویق می نماید؟ اصلا اگر امامت بر نبوت افضلیت دارد، پس چه نیازی به پیامبران الهی هست؟ ایمان به انبیا علیهم السلام رکن دوم از ارکان ایمان است. اگر امامت مقامی والاتر از نبوت بود، چرا رکنی از ارکان ایمان قرار داده نشد؟ قرآن کریم فرعون و یاران وی را امام می نامد، اما امام بدیها. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش فرا می‌خوانند و روز قیامت یاری نمی‌شوند. چرا قرآن از امامت فرعون یاد می‌کند، اما از امامت علی رضی الله عنه هیچ یاد و نشانی نیست؟ و قرآن کریم هیچ یک از سران کفر را نبی یا رسول ننامیده است. امامان شما لقب‌های خود را از شما گرفتند و قرآن هیچ یادی از آنها نمی کند. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اینها چیزی جز نامهایی نیست که شما و پدرانتان نامگذاری کرده اید و الله هیچ دلیلی بر درستی آنها نازل نکرده است. قرآن کریم اعلام می نماید که دروازه نبوت بسته شده و رابطه انسان با وحی الهی قطع گشته است و آخرین آنها سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده الله و آخرین پیامبر است و الله به هر چیزی داناست. اما شیعیان معتقدند که دروازه آمدن انسانهای مهمتر از پیامبران بسته نشده است. آیا این سخن معقول است؟ چگونه ممکن است انسانی که به وحی مرتبط نیست از انسانی که به وحی مرتبط است مقامش والاتر باشد؟